سلام رفقا، امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که راجع به یک موضوع جنجالی که من چند روز هستش توی استوریای اینستاگرام خودم دارم راجع بهشون صحبت میکنم افشاگری خواهم کرد در خصوص تکنیک ها و روش های یک سری از مافیای تجارت جنسی دختران به امارات که البته چند سال پیش مد بود، حالا دبی یه قسمتش بود، ترکیه یه قسمتش بود، مالزی یه قسمت دیگهش بود و راجع به اینها میخوایم افشاگری بکنیم و از روش هایی که دخترها رو گول میزنند. شاید فکر کنید که دبی فقط پر از نور و لاکچری و حساب های بانکی پره، اما امروز این تصویر رو میخوایم یه مقداری شفافترش بکنیم و ببینیم که توی این دبی که بهش میگن بهشت داره در پشت پردهش چه بلایی سر دخترها میاد و چه مافیایی این وسط هن و از چه تکنیک هایی برای گول زدن دخترها استفاده میکنن. اینو هم بگم که واقعا اگر دلتون برای ناموس ایرانی میسوزه و اگر فکر میکنید میتونید قدمی بردارید، اینه که دیگران رو آگاه بکنید، پدر مادرها رو آگاه بکنید. اگر اون چیزایی که من میگم رو دهان به دهان منتقل بکنید، یک حرکت مثبت کردید. نمیگم ویدیو منو به اشتراک بذارید این ور اون ور، حالا یه دفعه کانال ما میخوام از یوتیوب اون پول در بیارم. نه آقا، الان چیزی که من میگم رو حفظ کن، برو به بقیه بگو و دیگران آگاه بشن اینکه دختر جوون ایرانی که با وعده درآمدهای چند میلیاردی در ماه با ویزا و پاسپورت و هزار تا آرزو وارد دبی میشن، خیلی هاشون ناخواسته و خیلی های دیگه شون هم خواسته درگیر یک شبکه مافیایی ترسناک و پیچیده میشن. در طول 3-4 روز گذشته تا دلتون بخواد من از طریق این شبکه تهدید شدم، فشار بهم آوردن، گفتن آقا نمیدونم، یعنی من گوشم بدهکار این حرفا نیست و تا جایی که بتونم سعی میکنم که راجع به این قضیه مردم رو آگاه بکنم، اسم این آدمای کثیف رو بیارم، بانتای این آدم ها رو لو بدم و تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چه جوری میان و این دخترها رو گول میزنن و از روش های مختلف استفاده میکنن که الان دیدید دیگه. یعنی تو دبی خیلی هستن دارن شریف کار میکنن، اما دارن دیگه آبروی ناموس ایرانی رو میبرن و این شبکه نه فقط درآمدش دختر رو حالا در بر میگیره، دارن خیلی از این آدم ها رو معتاد میکنن و جالب بدونید که بعضیاشون پاسپورتاشون رو گرو میگیرن، فیلم ازشون ضبط میکنن، تهدیدشون میکنن تا بدترین حالت. یعنی این پازل حتی به قتل هم منجر شده که من چند روز پیش تصویر یکی از این افراد فرستادم، الان حتی یه استوری گذاشته بودم توی اینستاگرام خودم که ببینید اصلا چه جوری یه سری از این آدم ها رو گفتن دیگه، بعضیاشون رو خواسته و بعضیاشون رو ناخواسته درگیر این شبکه پیچیده میکنن. این تصویر یکی از کسایی بوده که من توی استوری اینستاگرام هم گذاشتم که به قتل رسیده و جالبه که خانواده این شخص هم الان اومدن و تهدید کردن. حالا من سعی میکنم که این مثلا یه نمونه دیگه از چت هایی بوده که داشتن، نمیدونم حالا رو تصویر ببینید یا نه، طرف با یکی از این سرشاخه ها چت کرده، گفته که اون سرشاخه گفته که من مشتری زیاد دارم، یعنی خالی نیستی اصلا، یعنی بیا اینجا میتونی کار کنی. بعد گفته شرایط به چه صورته، این گفته که میخوای پیش ما باشی یا نه، اونم میگه که آره اگه خوب باشه میتونم این کار رو انجام بدم. بعد دختر پرسیده که مشتریاتون از چقدر، بعد کوتاه یا کامل، آره مثلا نوشته شورت یا فول، اونم گفته مثلا کوتاهش اینقدر، بزرگش اینقدر، مثلا درآمدش رو گفته بود و هر چقدر بیشتر بگیری به نفع خودت. بعد گفته که
حالا توی چت دیگهش گفته که من از پشت اوکی نیستم وگرنه همش اوکیه. بعد این گفته که یعنی سکس غیر نرمال رو اوکی، بعد گفته که یک سری پول زیاد میدن اما وحشی هستن، بعد در جریان باشی. این هم گفته که سکس وحشی که بزنه داغون بکنه نه، ولی اگر در حد یه چک و اینا باشه آره. ببینید این یعنی چی؟ یعنی که یه سری از این دخترها هم خودشون همراهن، یعنی اون پوله بهشون مزه کرده. حالا تو این ویدیو اگه با من همراه باشی همه چیز رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اینکه از زندگی تو خونه های اشتراکی تا تکنیک فریب توی کلاب ها تا درآمدهای چند میلیاردی که خیلی هاشون با رضایته، تا داستان تلخ به قتل رسیدن یک سری از این افراد. اگه آماده اید بشنوید واقعیت چیه تا آخر با من بمونید، چون قراره که اینجا پرده ها بالا بره و پشت پرده ها افشا بشه. اگر دوست داشتید این کانال ما رو هم دنبال بکنید، جای دوری نمیره. ببینید اولین موضوعی که وجود داره اینه که بهشون وعده های آلوده میدن برای مهاجرت. مثلا خیلی هاشون زنگ میزنن به طرف توی تهران یا توی مشهد یا خیلی از این سالن‌های آرایشی که توی تهران وجود داره، توی شهرستان‌ها وجود داره. به حال میدونید که اتاق فکرشون این سالن‌های آرایشیه، سالن‌های آرایشی که توشون دوربین نیست، همه خانم‌ها دور هم دیگه جمعن، یک پوسته کامل و یک پکیج کامل برای اینکه بتونن رو مخون مخشون کار بکنن، با این عنوان که مثلا پولتون میتونید تو 2-3 ماه داشته باشی، کلی درآمد داشته باشی، برات ویزا و بلیت رفت و برگشت دبی رو در میاریم و خیلی از این کارا رو میکنه. خیلی شیک. بعد طرف میگه مثلا چه جوری؟ میگه آره مثلا میری اونجا بلاگری میکنی، میری اونجا مثلا اینفلوئنسری میکنی، مثلا دبی مثلا دیگه چقدر مثلا قانون داره، هر کدومشون میگه آقا امروز میخوام شما رو با دبی آشنا بکنم، یک روز در دبی با من باشید، میخوام برم کلابای دبی بتونه. آقا دیگه 500 نفر آدم که نمیتونن کلاب نشونتون بدن، 500 نفر آدم که نمیتونن بهتون برج خلیفه نشون بدن، 500 نفر آدم که نمیتونن اونجا بهتون رستوران نشون بدن که. اما ظاهر اینه، ظاهر بلاگر بودن است، ظاهر اینه که آقا من میرم اونجا این کارا رو انجام میدم. و جالبه که اون خانم رئیسه اگر مشتری جدید برای این سیستم اسکورت سرویس معرفی بکنه پول دریافت میکنه و درصد دریافت میکنه. یه نفر تو دبی مثلا شده بلاگر، یه نفر تو دبی، البته نمیدونم، با احترام به خیلی از آدمایی که اونجا بلاگرن و آدمای موفقی ان، مدلن، دارن کار میکنن. تو پرانتز یه نکته رو بگم که آقا مثلا من تو استوریا میذاشتم یه میترا نامی در دبی، میدیدم که هر چی میترا تو دبی برای من میفرستادن یا میرفتم بهشون دایرکت میدادن، آقا مثلا میگفتن این آدم مثلا خانم رئیسه، یا مثلا به حسن نامی توی دبی میرفتن آقا بهشون پیام میدادن. بعد این لابلاها یه سری فیک اینفورمیشن ها و یک سری دیتا های این تیپی هم میرسه دیگه. ما مثلا چند روز پیش عکس این بنده خدا بهروز بهمنی رو گذاشتیم، بعد دیدیم که این آدم مثلا یه آدم خیر بوده تو دبی، کمک میکرده به یک سری از این آدم ها. مثلا یکیشون رو من شنیده بودم که تو دبی هیچ کسی نداشته، تو بیمارستان بوده، خرج بیمارستانش رو داده بوده، چیزای دیگه بوده دیگه. اون مافیاه این آدما رو میکنن تومه، برای اینکه این آدما دارن مبارزه میکنن دیگه، اسم اینا هم لاکار میدن دیگه، 4 تا دیتا میدن و 4 تا فیلم و عکس هم فیک درست میکنن میدن. حالا ما اگه یه جایی دیتای اشتباهی هم به دستمون برسه سعی میکنیم بیم اصلاحش بکنیم که اون مافیای فکر نکنه که خیلی زرنگه، فکر نکنه که میتونه آدما رو خراب بکنه. حالا ما گفتیم اون به ریشه ما بخنده، نه، من اینجا مدیا دارم، میام تو مدیام صحبت میکنم راجع به این آدما. و این مهدی بهمنیه آدمی که حالا تو دبی فعالیت بیزینسی خودشو داره، ولی خب میخواستم بگم که حواستون باشه
گول فیک اینفورمیشن ها رو نخورید. خلاصه میان و این وسط راجع به این آدم ها در لحظه هم بچه داره برای من همین جوری از دبی، امارات و ایران هی خبر میاد. یعنی اونقدری که من تماس توی این 3-4 روز گذشته از امارات داشتم، والا یه سری از این دخترایی که بیزینس هم میکردن خودشون اومدن جلو و دیتا دادن، قربانی این قضیه بودن. من گفتن آقا ما رو نجات بده. میگفت آقا ما پاسپورتامون رو ازمون گرفتن. گفتش آقا ما فیلم ازمون گرفتن. گفتن آقا میفرستیم برای خانواده‌ات، آبروتو میبریم. چاره ای نداره. راستم میگه. یعنی هر کسی دیگه یه جای آدم باشه دیگه، وقتی آلوده این قضیه شده، وقتی تهدیدش کردن، وقتی فیلم از عکس ازش دارن، هیچ راه فراری نداره. بهش میگفتن که بیا ما برات بلیط هواپیما میگیریم، خونه برات میگیریم، ویزا برات میگیریم. بعد از طرف چیکار میکردن؟ چک میگرفتن. میگفتن بیا دبی کار کن، بلاگری کن، پول ما رو بده. بعد میرفت دبی، متوجه میشد ای بابا اصلا بلاگری نبوده، اسکورت سرویس بوده. اصلا اون وسط مافیا از قصد اومده بودن این کار رو کرده بودن. دخترها رو میبرن توی آپارتمانی که مثلا چند نفره است، بدون امنیت. مثلا حالا تو دبی که امنیتش خدا شد یکم بالاه دیگه، مثلا گاهی تا مثلا 7-8 نفرم توی آپارتمان قرار میگیرن. یعنی یکی از این قربانی‌ها که من داشتم باش صحبت میکردم، میگفت ما هر شب باید بریم کلاب، پول سهم اجاره‌مون رو در بیاریم. یعنی یکی دیگه شون میگفتش که هر سفارش مثلا شامپان یا مشروب یا قلیونی که ما میدیم، حالا فیک اصلی، بخشی از سهم مثلا صاحب خونه و صاحب کلابه. چطوری؟ ببین بعضی از این صاحب کلابا، بعضی از این مافیا هم خیلی آدمای، حالا نسبت به اون آدمایی که دارن شریف کار میکنن، لاشین. این دختر بیزینسی ها رو برمیدارن میبرن توی کلاباشون، میگن بشینید، میگن یه دوتا شامپاین هم میذارن جلوشون، شامپاین مثلا $5 $10، دوتا لیوان شامپاین. بعد تومه که میاد داخل چیکار میکنن؟ حالا اشاره حرکتی میکنن که مثلا پا بدن به پسره. پسره دعوتشون میکنه سر میز خودش، اینا شروع میکنن شیشه مشروب سفارش دادن، گرونترین مشروبا رو سفارش دادن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شب اگر میخوام برن با پسره بخوابن، تو پاشم بکنن. بعد از اون طرف ساب کلابه، ساب مغازه میاد موقعی که آخر سر میخواد فاکتور صادر بکنه، علاوه بر اون چیزی که دختر و اون پسر سفارش دادن، میان 2 قلیون اضافه تر، 2 مشروب اضافه تر، 2 نمیدونم غذا اضافه تر هول میدن توی فاکتور اون طرف. مثلا طرف فاکتورش اگر شده باشه $100 $500 میکنن تو پاش. یارو حالا مثلا یه ایرانی پولداره، یا مثلا یه برزیلیه، یک روسه، یک اوکراینیه، مثلا یه بنگلادشی، یک هندی، حالا من اسم مال کجاست، فرو میکنن تو پاش. طرف هم میخواد بره راست کرده دیگه، میخواد بره ترتیب بده، پوله رو میده. یعنی یکی از کارهایی که این دختر بیزینسی الان جدیدن مد شده انجام میدن، کسب درآمد هم میکنن برای این ساب کلابا و ساب بارایی که اونجا هستن. یعنی تکنیکیه که این کلاب دارا انجام میدن. میگن سلام عشقم، به کنارش مثلا چطوری، خوبی، مثلا این صحبت ها. یعنی درآمدهایی کسب میکنن که کورکوپر رو پشم مرکزی میریزه. یه عده دیگه شون هم که نمیتونن برن تو این کلابا و بارا، چون زیر 21 سال یا بعضی جا زیر 18 ساله، دختر 15-16 ساله میرن تو لابی هتل، مثل هتل پارامون و جای دیگه میشینن که بیان مشتریا رو از توی این لابیا پیدا کنن. بعد حالا این خونه ها چطوریه؟ مثلا طرف میاد خونه رو 1 سال کرایه میکنه، اون صاحب شبکه مثلا مافیاییه، خونه رو مثلا برای 1 سال کرایهش میکنه مثلا 150,000 درهم، 200,000 درهم. 150,000 درهم میشه مثلا ماهی 7,000 تا 8,000 تا کرایه اون
خونه، حالا 10,000 تا. پای اون طرفی میفته که 1 سال اینو کرایه کرده، میدادش به دخترها چقدر کرایه؟ میدادش ماهی 15-20 هزار درهم. میگه برید بیزینس بکنید که بتونید پول منو بدید. که میدونید دیگه این یه شبکه‌ای نیستش که فقط درآمد داشته باشه، مثلا یه مافیای مسلح و خطرناکن دیگه. پاسپورت اینا رو گرو میگیرن، چک و طلا و فیلم ازشون میگیرن. کسی هم که بخواد ول کنه بره، تهدید به شکنجه و خشونت‌های فیزیکی و دیگه. این یه موضوع وحشتناکه. یه کار دیگه ای که این مافیای تجارت دختر انجام میدن، به اینا میگن بعد یه تتوهای خاص بزنید، مثلا تتوی گل، پروانه، چیزهای مختلف. بازم یه پرانتز باز بکنم که آقا حواستون باشه دیگه، اگه یه کسی یه تتوی گل و پروانه زد، چون من دیدم دیگه، مثلا طرف میگه آقا من تتوی گل و پروانه‌مو 10 سال پیش زدم، این الان میگم منم جز اون مافیام. خواهشاً حالا هر کسی تتوی گل و پروانه زد، فکر نکنید که اونه، بدونید که تتوی دارم. چند نمونهش اگه بتونم پیدا بکنم بهتون نشون میدم، این تتوهایی که اینا دارن اگر پیدا بشه که ببینید. آقا حتی حواستون هم باشه دیگه، تتوهای یه نشانه های خاص دارن که مثلا مشتری وقتی زنگ میزنه میگه آقا برو توی لابی فلان هتل، هر دختری که مثلا تتوی پروانه داشت، مثلا تتوی گل داشت توی سینه‌اش، توی دستش، روی جاش، بدون که این از ماه. بازم یه پرانتز باز میکنم، دوباره تاکید میکنم که آقا هر کسی اونجا گل و پروانه داشت تو شهر داشته رو میرفت، یقش نکنید، فکر کنید مثلا این اون کار است. ولی خب اینا دیتایی که من باید بدم دیگه، این چیزایی که همه جا نمیگن. و انقدر این تعداد دختر ایرانی توی دبی زیاد شده، طبق آمارایی که اعلام شده و مستنداتی که وجود داره، ایران در رتبه 3 قاچاق انسان قرار گرفته و تعداد زیادی از این قربانی‌ها دخترای جوونن که چندین تا قاچاقچی در حال حاضر تو امارات و ایران دستگیر و بعضی‌هاشون اعدام شدن. یه نمونهش الکس بود که 2023 اعلام شد. وزارت امور خارجه امریکا هم تاکید کرده بود که سرکوب علیه قاچاقچیان سیاسی دستگیر شده بیشتر از قاچاقچیان تجارت دختر توی ایران. یعنی سعی می‌کنن که سیاسی‌ها رو بگیرن که به جای اینکه قاچاقچی جنسی رو بگیرن. یعنی واقعا این ماجرا فقط یه داستان جنایی نیست، در حال حاضر تبدیل بحران انسانی جدید شده. دلیلش هم اینه که شرایط اقتصادی تو ایران انقدر ضعیفه. توی مشهد اصلا اینا یه دونه باند برای خودشون راه انداختن، تو شیراز برای خودشون یه باند راه انداختن، تو تهران یه باند برای خودشون راه انداختن، تو شمال برای خودشون، یعنی دسته دستن. اما یه قسمت دیگه شون هم هستن. ببین یه سری از این دخترام هم هستن که به زور این کارو انجام نمیدن. حالا ما تا یه جاش میگیم آقا اینا گول میخورن، تهدیدشون میکنن، نه. یه قسمت دیگه این دخترام کسایی هستن که این پوله بهشون مزه میکنه. مثلا طرف میره دبی، یه شب میره توی کلاب، میبینه که آره مثلا دارن بهش پیشنهاد میدن، چقدر؟ 20,000 درهم، 30,000 درهم. میبینه آقا مثلا توی یه شب 200 میلیون درآمد داره، یعنی درآمدش از یه پزشک هم بیشتره. یا آقا خوبه دیگه، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه کار میکنه، یه پول کت و کلفت میزنه به جیب. بعد چیکار میکنه؟ میره برای خودش نمیدونم ساعت رولکس، نمیدونم لویی ویتون، شنل، چیزهای مختلف رو میگیره، شروع میکنه اینا رو شواف کردن. میگه من با پول بلاگری این ماشین گرفتم، این خونه. نمیاد بگه آقا من با پول دادن گرفتم. شواف میکنه. بعد اون دختره که توی ایرانه اینو میبینه، فکر میکنه واو مثلا خارج از کشور چه بهشت برینی، اینا مثلا انگار دستگاه چاپ پول گذاشتن. بابا یه سری از این، من خودم الان تو آلمان زندگی میکنم، یعنی میدونم آقا شرایط درآمدی چه جوریه. یعنی یه سری از این آدما وقتی من زندگیشون رو نگاه میکنم، این طرف فقط ماهی 300,000 دلار کیف و کفش میخره، بعد 24 ساعت هم آنلاینه، تبلیغ هم نمیکنه تو پیجش. بخش شما از چه راهی داری درآمد کسب میکنی؟
اینا نشونهایی که دارم بهتون میدم که اگه یه سری از این بلاگرها رو دیدید متوجه بشید سوراخ کجاست. خلاصه پولا رو که جذب میکنه و پولا رو که میگیره برمیگرده ایران با همه اون کیفا و کفشای مارک و ماشین لوکس و اینا، میره تو مهمونی‌های لاکچری، میره اونجا دیگه طرف دیگه خدا رو بنده نیست دیگه، میره یا یه شوگری میزنه توی رگ یا یه آدم پولدار یه 2-3 ماه اونم میتیقه و باش دوست میشه، دوباره میگه نه من ایران برام فضاش خوب نیست، بعد برم دبی، اونجا ظاهرش لوکسه. بله ظاهرش لوکسه اما داشته‌هاش یه کابوسیه که باید بگذرونی به اون داشته‌ها برسی. ولی متاسفانه مردم این، من هی داره دیتا برام میاد از دبی، یعنی این عکس‌ها و فیلم‌های لاکچری این یه تصویر سطحیه که مردم میبینن و یک سری دخترای جوان میبینن و وسوسه‌شون میکنه که بگن بریم دبی، منو با خودت ببر دبی، دو هم چیزا، خب بدون اینکه بدونن چه شب‌های کابوسی پشتشه. بلاگرهایی که بهتون گفتم دیگه خودشونو میکنن مدل فشنینگ، نمیدونم اینفلوئنسر، یه تبلیغات پیچیده از زندگی دبی نشون میدن، لایوها و عکسای شامپاین توی کلاب ها و در واقع برای جذب بیشتر یک سناریوی تبلیغاتی قوی درست میکنن. و علاوه بر این خود مافیا که مثلا خونه به اینا اجاره میدن، دخترها فکر میکنن که خونه خوب گیرشون اومده، غافل از این که این فقط ابزار جذب و گروگانگیریه که باید حواستون به این قضایه باشه. این قسمت از ویدیو روی من به پدر و مادراییه که حواستون بیشتر به بچه‌هاتون باشه و نمیخوام بگم که آقا نفرستید اینا رو دبی، نمیدونم نفرستیدشون خارج از کشور، نه، ولی بدونید برای چی دارید این کار رو انجام میدید، بدونید برای چه هدف اینا رو دارید میفرستید خارج از کشور. یه دفعه اینها ناخواسته درگیر یک سری شبکه‌های پیچیده میشن که پس فردا میبینید که دخترتون اون دسته گلی که داشتید، اون عشقی که داشتید، تبدیل به یک با احترام تبدیل به یک فاحشه شده. یک قسمت بزرگ این قضیه، یک قسمت مهم این قضیه برمیگرده به شرایط اقتصادی که تو ایران هست. اون سیستم حاکم بر اون مملکت که سعی میکنه مردم رو فقیر و گشنه و بدبخت نگه داره که اولا روش بتونه حکومت بکنه. چرچیل صحبتی داره میگه که اگر میخوای روی یک جامعه سوار باشی و مسلط باشی، اون جامعه رو گشنه نگه دار، مخصوصا جامعه‌ای که بر پایه دین و مذهبه. و همینم شده دیگه. یعنی شما نگاه اگر بکنی میان و یه سری از این آدم ها برای شما یه شرایطی تو ایران درست میکنن که آقا شما مجبور میشی بری حاضر تنفروشی بکنی، یعنی مجبورت میکنن به این قضیه. بعد که تنفروشی میکنن یه عده‌شون دو دسته میشن، یه عده‌شون ناراحتن و پشیمونن، یه عده دیگه‌شون دیگه این پوله بهشون مزه میده، شروع میکنن استوریای لوکس، نمیدونم استوری نمیدونم تو فلان هتل، خب نمیدونم ویلا پنت هاوس نشون میدن که تو بهترین کلابا هم، ولی واقعیتش اینه که پشت اون ظاهر فقط بدهی و تهدید و گرو و گرفتن مدرک و چیزای دیگه خوابیده. گفتم بعضیشون هم حالا به اجبار، بعضیشون هم ناخواسته این اتفاق براشون میفته. یه چند تا از این آدما بود، حالا من استوری گذاشته بودم، حالا اینا هم گفتم بگم تو این ویدیو. مثلا این ایلیا رو من راجبش صحبت کردم، یکی آدمایی بود که گفتم آقا این یکی از آدمایی که سرشاخته بوده، اینم بنده خدا کسی بوده که درگیر اون مافیا شده و دیتای اشتباه راجبش داده بودن. گفتم حالا اینو هم
جا داره تو این ویدیو بگم که مقداری پاک باشه. خود این آدم کسی بوده که خیلی از آدما رو، حالا شیطنت‌های دختربازی داره اما درگیر اون باندار نیست. این گفتم که تو این ویدیو راجع به اینم بگم. بیزینس خودش رو داره، بیزینس من و چیزهای مختلف داره. اما یه نکته جالبم به شما بگم. همون مافیا شروع کردن راجع به امثال آدما من دیتای غلط دادن و عکس دادن و فلان و بیسان و بهمان. خب و گفتم که حالا اینا هم توی این ویدیو بگم. مثلا یکی هستی از منصور املاکی، نصف دخترای دبی درگیر این منصور املاکی هن. اماد تو دبی، اون یکی اسمش محمده، یکی دیگه شون اسمش امینه. خونه میدن به این دخترها و ازشون کارت شناساییشون رو گروگان میگیرن و چیزهای دیگر ازشون گروگان میگیرن. خیلی از این دخترها الان تو دبی سالن آرایشی زدن و دخترها رو تو این سالن آرایشیشون جذب میکنن. حالا بهشون مواد میدن. میدونید که تو دبی اصلا گرفتن مواد دیگه تمامه دیگه، یعنی رفتی لاکار. مواد میدن دستشون دیگه، قرص میدن بهشون، قرصیشون میکنن و این آدما رو حسابی آلوده میکنن. بعد بهش میگن که خب حالا میتونی برید تو این شبکه‌ها یه پولی در بیاری، سهمی هم به ما بدی. یعنی انقدر وضعیت دبی الان در حال حاضر عجیب و غریب و پیچیده شده. من اصلا بعضی وقتا یه سری دیتا و چت برام میاد، یه سری فیلم و عکس برام میاد، اصلا گروکوپر پشمم میریزه. نمیدونم اصلا اینا رو چه جوری پخش بکنم، با چه سانسوری اینا رو پخش بکنم. دختره مثلا رفته توی خونه ازش فیلم گرفتن، چند تا سیاپوست کتکش زدن، 1000 تا بلا سرش آوردن. دختره ببخشید برای اینکه کرایه خونه‌ش رو بده، معذرت میخوام، برای اینکه کرایه خونه‌ش رو بده پریود بوده، رفته با طرف خوابیده، چاره ای نداشته. این چیزی هستش، این شرایطی هستش که توی جامعه دارن درست میکنن که آدما رو فقیر بکنن، اینا بلندشن برن دبی. از تکنیک‌های فریبنده مختلفی هم استفاده میکنن. حالا مطمئن باشید بعد از این ویدیو ببینید چقدر همین پول دارن دیگه، پول خرج بکنن ما رو تخریب بکنن، پول خرج بکنن راجع به مسئله. یعنی مطمئن باشید چون میخوان اعتبار رو خراب کنن دیگه، اعتبار رو خراب کنن که بیننده کم بشه، که مردم آگاه نشن، اینا مشتریاشون از دست ندن. چون اینا انقدر آشغال و کثیف و فاضلابن، دوست دارن که دختر رو گول بزنن ببرن دبی. دست به هر کاری میذارن. ولی من اینجا با شما که اسم این آدما رو بگم، هویت این آدما رو بگم و دست این آشغالا رو برای مردم رو کنم. با هیچ کدومشون هم هیچ تعارفی ندارم و هر کیشون که اومد خواست سنگی بندازه یه حرفی بزنه، اون دیگه رسالت شماست. میگن که همیشه نگید کی میگه، ببینید چی میگه. این مهمترین موضوعه. رسانه‌های تو ایران به جای اینکه برن به موی دخترها گیر بدن، به جای اینکه به حجاب دخترها گیر بدن، برن جلوی این فقر و فحشا و فساد و صادرات دخترها رو بگیرن. چرا یک کدومشون نمیان یه مقاله راجع به این قضیه بدن بیرون؟ چرا یک کدومشون نمیان راجع به این قضیه صحبت بکنن؟ چرا یک کدومشون نمیان یه اقدام درستی انجام بدن؟ چون یه سری از آقازاده ها، یک سری از آدمایی که تو اون سیستم هستن درگیر این شبکه مافیایی هستن و کمک میکنن به این شبکه مافیایی. طرف دلال نفته، طرف دلال پتروشیمیه. اکثر کسایی که تو ایران دزدی کردن الان دبی شده بهشتشون، قبلا کانادا بود. پولای یامفتی گیرشون میاد، میرن توی کلابا و جای مختلف و پول خرج میکنن و اینا کمک میکنن به این شبکه فساد. 10 تا دختر 20 تا دختر دور خودشون جمع میکنن و با این ببین یه جایی هست شما میری دختر بازی میکنی، پول داری خرج میکنی، بحثش جداست. یه جایی هست شما پول میدی به سرشاخه‌های این شبکه فساد که دختر بیارن سر میزت، دختر بیارن تو خونت. یعنی شما کمک میکنی به اون سرشاخه شبکه فساد.
من عکس یه سری از این دختره اصلا میبینم اصلا بغض میکنم، یعنی اصلا دنبال چی میگردن تو زندگیشون. یه لطفی بکنید تا میتونید این ویدیوها رو، حالا آقا اگه تونستید به اشتراک بذارید، نکردیدم صحبتهای من آقا دهان به دهان به دیگران منتقل بکنید، چون هدف دادن آگاهیه. حالا به چه روشی اصلا مهم نیست. برو صحبتهای منو تکست کن بذار توی اینستاگرامت، برو به رفیقات بگو، ولی باید یه جایی جلوی این شبکه کثیف گرفته بشه. و منم سعی میکنم که همه انرژیمو، همه قدرت رسانه‌ایمو، چند روز اصلا نخوابیدم، هزاران پیام اومده برام، 1000 تا تماس برا من اومده که راجع به این قضايا صحبت بکنم. چقدر آدما اومدن تشویق کردن، گفتن آقا دمت گرم راجع به این قضیه صحبت میکنیم، و اینا به ما روحیه میده که راجع به این قضايا صحبت بکنیم و دم همه اونا گرم. حواسمون هم هست که گول فیک اینفورمیشن ها رو نخوریم، اما خب به هر حال بین 1000 تا دیتایی که میاد گاهی وقتا لابلاش یه سری دیتاهای اشتباهی هم میاد که من خیلی مراقبم که حالا چند نفرم که حالا اینجا عکسشون آوردم الکی لاکار نرن. خیلی مخلصیم، دمتون گرم و ممنون که تا این